تنها بازیکنی که رونالدو جلوش زانو زده. اگه بتونی اسمشو بگی کامنتت این زیر پین میشه. این بازیکن به دریبلای نابی و تکنیک خفنش معروفه و یک سال بهترین دریبلزن جهان شده. هالند، امباپه و حتی هری کین هیچ کدوم نتونستن به رکورد دریبلای اون داخل یه بازی فوتبال برسن. جالبه بدونید رئال برای جذب اون به هر دری خودشو زد ولی پرز موفق نشد و همون سال این بازیکن به بایر مونیخ رفت و 2 تا جام خفن برد. جالبه بدونید که این بازیکن لقب جادوگر بهش داده شده و با افتخار یه ایرانیه. بابا یه سوال داشتم. امروز رفیقام همش به هم دیگه میگفتن گی. نمیدونم بحث راجع به چی شد. معلم راجع به یه چیز داشت صحبت میکرد. بعد یه دفعه بچه‌هامون شروع کردن به هم دیگه گفتن گی. بعد همش مسخره بازی میکردن به هم دیگه میگفتن گی. گی یعنی چی؟ گی یعنی چیز مثلا یعنی خوشحالی.